میخواهم برای شما یک داستان واقعی را حکایه نمایم. این داستان در یکی از سامانه‌های عربی پهن شده است. آن را خودی صاحب همین داستان پهن کرده و طلب کرده است که بدون ذکر نامناسب این داستان را پهن کنید تا برای دیگران عبرت باشد. از مردم تنها همین را طلب کرده است که از این قصه عبرت گیرند تا آن مصیبتی که بر سر من آمد بر سر آنها نآید. او قصه اش را چنین بیان کرده است: روزی در دانشگاه با دختری شناس شدم و آهسته آهسته با او نزدیک شدن گرفتم و عاقبت با او کار خلاف عفت انجام دادم، یعنی با او همخوابه شدم و او از من حامله دار شد. پس وقتی که خانواده او از این ماجرا خبردار شدند، برادرش بر من هجوم کرد و با من دست به گریبان شد. من با او گفتم: من این دختر را نمیشناسم. رو از کسی حامله دار شده است او را یافته با او درگیر شو. از آن جهتی که بر ضد من حجتی نداشتند تا گناهم را اثبات کنند، ناعلاج مرا رها کردند و رفتند. سالها گذشت و این ماجرا را فراموش کردم. روزی به خانه در آمدم و دیدم که مادرم به زمین افتیده بیهوش خواب است. شتابان او را برداشته به هوش آوردم. وقتی به هوش آمد فریاد زد و باز از هوش رفت. 3 مرتبه به هوش می آمد و از هوش می رفت و نمی توانست چیزی بگوید. بالاخره گفتم: مادر جان، چه حادثه روی داده است؟ گپ زنید آخر. مادرم با صدای لرزان گفت: خواهرت. گفتم: چی شده است به خواهرم؟ گفت: او از پسر همسایه حامله دار شده است. سبحان الله. با شنیدن این خبر خون در چشمانم حلقه زد. پس وقتی به سوی پسر همسایه دویده با او دست به گریبان شدم و میخواستم او را لگدمال کنم، یک سخن گفت که به مثل تیر سینه ام را شکافت. میدانید چی گفت؟ من این دختر را نمیشناسم. رو از کسی حامله دار شده است او را یافته با او درگیر شو. سبحان الله. به من عیناً همان سخنی را گفت که من آن را برای دیگری گفته بودم، برای همان دختری از دانشگاه. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. خیلی رنج میکشیدم، درونم میسوخت، وجدانم مرا عذاب میداد. خیال میکردم که من سزای عمل ناپسند خود را گرفتم و ماجرا به همین تمام می شود. ولی هیهات. از این ماجرا سالها گذشت و به قصد ازدواج افتادم. خواستم با دختر ازدواج نموده زندگی پاک و پاکیزه را آغاز نمایم. بالاخره وقتی ازدواج نمودم، شب اول برایم فاجعه بود. برایم معلوم شد که عروسم نادختر است. او قبلا زنا کرده عفتش را از دست داده است. این ماجرا برایم یک ضربه بزرگی بود. عروس برای من می گفت: مرا ستر کن، شرمنده نکن، الله تو را ستر می کند و شرمنده نمی کند. با خود می گفتم: ای الله، بس است بلا و عقوبت. من دیگر تحمل چنین بلا و عقوبت ها را ندارم. دوباره چنین مصیبت جانسوز را تحمل کرده صبر نمودم. با او سالها زندگی کردم و صاحب دختر گلروی شدیم. وقتی به سن 6 سالگی رسید، روزی به خانه گریان و با مویهای پریشان در آمد. گفتم: به تو چی شد؟ چه حادثه روی داد به تو؟ سبحان الله. بعد برایمان معلوم گشت که او از طرف پاسبان بنا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. لا حول ولا قوة الا بالله. برادر و خواهر عزیز، وقتی برای دیگران
کاری را انجام میدهی که آن را برای خودت هرگز نمیپسندی، خیال میکنی که خداوند این عمل ناپسند تو را بی سزا میماند؟ البته خداوند در همین دنیا سزای آن را میدهد. البته اگر انسان مرتکب چنین عمل زشت نشده باشد، این بلا و عقوبت برایش سبب کفاره گناهان می شود یا سببگار رفع درجاتش می شود. چه رفتاری با دیگران کردی، البته همان رفتار را می بینی. پس ای شخصی که با ناموس دیگران بازی می کنی و آبروی دیگران را می ریزی و با زنان و دختران مردم زنا می کنی، ای شخصی که خواهر و دختری کسی را نواربرداری کرده در معرض تماشا میمانی، ای شخصی که در شبکه‌های اجتماعی برای خواهران و دختران کسی سخنان فحش و شهوت انگیز می نویسی، باری هم خواهر و دختر خودت را فکر کرده ای؟ آیا نمیدانی که خداوند کسی را بی سزا نمی ماند؟ برادر و خواهر عزیز، این قصه برای پند و عبرت همه ما و شما است. پس آیا هست عبرت گیرنده